رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که در هر موجود جنبنده ذیروحی صدقه هست. یعنی هر چیزی که روح داره، جنبنده است و می جنبه، حرکت میکنه، در آن شما میتونید صدقه بدید. آب دادن به یک گربه‌ای، به سگ، به یک پرنده‌ای، ریختن دانه برای پرندگان، ریختن برنج‌ها و غذاهای اضافی برای پرندگان، چرندگان، برای جانوران، غذاهای باقی مانده، پسمانده‌های غذاتون رو از گوشت و مرغ اینا، به جای اینکه شما به سطل آشغال بریزید، بدید این زبان بسته ها بخورن، برای شما صدقه محسوب میشه و الله متعال خوشحال میشه، الله متعال راضی میشه. همه میدونید حدیث مشهوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند زن فاحشه‌ای در بنی اسرائیل به خاطر دادن آب به یک سگ تشنه، الله متعال اون زن را مورد بخشش و مغفرت قرار میده. زنی که فاحشه بود، تن فروشی میکرد، اون زن میره تو چاه و به قول معروف آب میخوره، وقتی بیرون میاد میبینه که سگی داره لهله میزنه، سگی داره لهله میزنه و بر میگرده جوراب خودش و کفش خودش و دهان میگیره تو چاه، آب از چاه میاره میده به اون سگ تشنه. الله متعال از این کارش راضی میشه، خوشحال میشه و اون زن رو میبخشه، اونو به بهشت وارد میکنه، دیگه نگاه به هیچ گناه و عملش هم الله نمیکنه. خیلی کارها ما فکر میکنیم کار کوچیکیه، اما پیش خداوند خیلی ارزش داره.